بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن. اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد. پیغمبر هم بشیر بود و نذیر بود، شلاق تو دستش نبود. بشیر بود و نذیر، مردم بشارت میداد، امید میداد، راه حق رو به مردم معرفی میکرد، مردم رو انذار میکرد، میگفت این راه ناصحی است، تبعاتش ایناست. بشیر و نذیر باشین همه. آجان این چه منطقی است که تو از من میخواهی همیشه گلها را در شوره‌زار برویانم؟ میشه در شوره‌زار گل رویان، اما چند تا؟ با چقدر زحمت، با چقدر آفت، با چند درصد قبول خطر؟ از 100 تا گل که اونجا بکاری چند تاش جون سالم در میبره؟ چرا نمیخوایی شوره‌زار را اصولا تبدیل به گلزار کنی؟ اول بیا این خاک شور را چند مدت در مسیر یک جریان نیرومند آب شیرین پاک کننده قرار ده. بگذار یک جریان نیرومند آب شیرین بیاد، این شوری ها اینها را بزداید، بپالاید. اون وقت میبینی که راحت بذر گلم که بپاشی گل سبز میشه. چرا مخالفت کنیم ما با پالایش جامعه؟ جامعه باید پالوده شود، جامعه باید محیطش محیطی باشد پاک از مظاهر گناه. شرایط مساعد، محیط مساعد، تقاضای درونی فطرت، پاسخ مساعد محیط جوانان ما را از کاباره ها، سینماها، تماشاخانه ها، مراکز فساد بیرون کشیده بود، اینها را آورده بود در راه خدا. بله محیط مؤثره، زمینه در درون انسان هست، زمینه های فکری در درون من و شما. خداوند این استعدادها را در درون من و شما آفریده، اما کجا این استعدادها خوب پرورش میکنه؟ در محیط پاک، در محیط مساعد.